کشورهای عضو شورای اتحاد دولت‌های مستقل به توافق رسیدند که منصبداران فراری فسادکار را به همدیگر تسلیم کنند. اعتمادنامه سفیر نو روسیه در تاجیکستان را نه رئیس جمهور نه وزیر کارهای خارجی بلکه معاون وزیر کارهای خارجی قبول کرد. روسیه می‌خواهد نیروهای ویژه حکومتی پیشین افغانستان را به جنگ علیه اوکراین استخدام کند. کشورهای عضو شورای اتحاد دولت‌های مستقل به توافق رسیدند که منصبداران فراری فسادکار را به همدیگر تسلیم کنند. طور رسانه‌ها گزارش دادند دیروز 26 اکتبر جلسه هفتم شورای بین دولتی مبارزه با کروپسیه که به هیئت آن ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان شامل هستند، طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. گفته می شود که در دوام سال مقامات صلاحیت دار این کشورها برای موافقه کردن لایحه سازشنامه درباره همکاری کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در مبارزه با فساد کارها را انجام دادند. خود لایحه سازشنامه هنوز در سال 2008 تهیه شده بود، اما درباره آن تنها در سال 2022 کنسنسوس و بیانیه قابل قبول حاصل شد. در نتیجه روز 14 اکتبر در جلسه شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در آستانه پرزیدنت ها سازشنامه را امضا کردند. طبق سازشنامه کشورها به توافق رسیدند که در پرونده های جنایتی کروپسیه به همدیگر کمک کنند. همچنین برای صادر نمودن جنایت های کروپسیونی چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی، پیشگیری کننده و عملیات مخصوصی هماهنگ شده انجام دهند. در سمت کاف تو کاف دستگیر و استرداد شخصانی که جنایت های کروپسیونی صادر نموده اند برای برگردانیدن آنها و درآمدهای از عمل های کروپسیونی به دست آمده همکاری می کنند. در تکمیل اختصاص کارمندان همکاری را به راه می مانند. نسخه اعتمادنامه سمیون گریگوریف سفیر نو فوق‌العاده و مختار روسیه در تاجیکستان را نه امامعلی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان نه وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مخرالدین بلکه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان صادق امامی قبول کرد. با اطلاع وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در رفته واخری جانب‌ها مسئله‌های مبرمی همکاری را محاکمه نموده‌اند. صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سمیون گریگوریف سفیر نو روسیه در تاجیکستان را به مناسبت تعیین گردیدن به منصب سفیر کشور دوست و شریک استراتژیک تبریک نموده به او در فعالیت دیپلماتیش برای رشد بی‌میلانه مناسبت‌های دوجانبه موفقیت آرزو نمود. باید گفت اصلا اعتمادنامه شریکان استراتژیکی و کشورهای مهم را خودی رئیس جمهور امامعلی الرحمن یا هجن وزیر کارهای خارجی قبول میکرد. قبول اعتمادنامه سفیر کشور دوست و شریک اساسی استراتژیکی تاجیکستان کشور روسیه در مناسبت دیپلماتی نشانی کاهش مناسبت حسنه دو کشور محسوب می‌یابد. با کدام مقصد قبول اعتمادنامه سفیر روسیه در تاجیکستان به معاون وزیر کارهای خارجی واگذار شده است معلوم نیست. شاید به خاطر برنامه‌های دیگری رئیس جمهور و وزیر کارهای خارجی باشد. اما اگر اراده سیاسی می بود حتما چاره قبول اعتمادنامه از جانب رئیس جمهور یا هجن وزیر کارهای خارجی اندیشیده می شد. مجله آمریکایی فورایگین پلیس در گزارش نو خود میگوید که روسیه میخواهد نیروهای ویژه حکومتی پیشین افغانستان را به جنگ علیه اوکراین استخدام کند. برخی از اعضای نیروهای ویژه ارتش حکومتی پیشین افغانستان گفتند که برای پیوستن به ارتش روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس‌های گرفته شده است. با اطلاع منبع شرکت روسی واگنر در پی جلب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک شرکتی سری است که رسما وجود ندارد. تعداد دقیق نیروهای ویژه حکومتی برکنار شده افغانستان معلوم نیست، اما در این گزارش آمده است که بین 20 تا 30 هزار نیروی ویژه افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت از تابستان سال 2021 به این سو بی سرنوشت مانده اند. هنوز معلوم نیست که چه تعداد از نیروهای ویژه افغان از سوی روسیه به کار گرفته شده‌اند، اما گزارش‌های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین می باشد. طبق گزارش‌ها تهران موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین را در اختیار روسیه واگذاشته است.
چند ماه پیش کنگره آمریکا در گزارش گفته بود که برخی از نیروهای ویژه افغان که از سوی ایالات متحده آمریکا آموزش دیده بودند مجبور شدند به ایران فرار کنند. در مورد احتمال گماشتن نیروهای ویژه حکومت پیشین افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که به اطلاع مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیادی روبرو است و نیروهای اوکراینی منطقه های زیادی را که مسکو اشغال کرده بود پس گرفته اند.